حداقل زمان مورد نیاز که بعد از اون ما مجاز به قالب برداری و همچنین برداشتن پایه‌های اطمینان هستیم چقدره؟ به نام خدا. سلام، من مهندس احسان بیات هستم، طراح و مدرس سازه. ما به عنوان مهندسین ناظر سازه باید مشخص کنیم که مالکین و آرماتوربندها بعد از حداقل گذشت چه زمانی میتونن قالب برداری بکنن برای تیرها، برای ستونها، برای دالها و همچنین چه زمانی بعد از اون مجازن که پایه‌های اطمینان و اون شمع‌های زیر قالب‌ها رو هم باز کنن و کلاً بردارن. مهندسای قدیمی تر یادشونه که قبلا توی مبحث نهم ویرایش سال 1392 یه جدول داشت، اونجا برام مشخص کرده بود که این حداقل زمان قالب برداری چقدر باید باشه. ولی متناظر به اون توی ویرایش جدید مبحث نهم همچین جدولی رو پیدا نمی‌کنی. اومدن بحث و ضوابط مربوط به قالب برداری رو داخل آیین‌نامه بتون ایران آبا جلد دومش اضافه کردن. ببین اینجا بند 96 صفحه 236 آیین‌نامه بتون ایران جلد دوم آیین‌نامه آبا گفته که حداقل مقاومت لازم بتون جهت باز کردن قالب‌های اعضای خمشی و پایه‌های اطمینان آنها باید توسط مهندس مشاور یا دستگاه نظارت مشخص شود. در مواردی که این حداقل تعیین نشده باشه، یعنی در اصل شما باید یه مشاور داشته باشی اونها مشخص بکنن مقدار دقیقشون، که سر ساختمان‌ها معمولا همچین اتفاقی نمیفته. میگه اگر همچین مواردی نبود، در مواردی که این حداقل تعیین نشده باشد، چنانچه مقاومت آزمونه‌های آگاهی، اون نمونه‌ای که از بتون بعد از بتون‌ریزی گرفته شده، حداقل 70% مقاومت مشخصه باشد. این حدوداً همون بتون 7 روزه ماه. بتون 7 روزه میگن که باید حداقل 70% مقاومت رو برسه. مثلا اگر شما C25 داشته باشی، اینو ضرب در 7 میکنی، اون مقاومتی که به شما میده میشه این 70%. بعد حداقل به اون مقاومت رسیده باشه. این نمونه رو که بشه نمونه 7 روزه، اون 70% اگر رسیده باشه شما میتونی باز کنی. منظورش اینه. میتوان همچنین قالب‌های سطوح زیرین رو با استفاده این حداقل برداشت، یعنی سطح زیرین رو برای اعضای خمشی مثل تیرها میتونی برداری، مثل دالها میتونی برداری. برای پای اطمینان این دیگه 70% نیستش. گفته این زمان متناظر با رسیدن مقاومت آزمونهای آگاهی به 90% مقاومت مشخصه. مقاومت مشخصه همون مقاومت 28 روزه است که ما توی نقشه ها داریم دیگه. مثلا میگن C25 اون مقاومت 28 روزشه که شده 25 مگاپاسکال. شما 90% اون رو باید برسی. اگر به 90% رسیدی میتونی پای اطمینان هم برداری. مورد دیگه که بیشتر میتونی ازش استفاده کنی این جدوله. این گفته در مواردی که مهندس مشاور یا دستگاه نظارت حداقل مقاومت رو مشخص نکرده باشن، این روش بر اساس حداقل مقاومت روش بالا. ولی اگر حداقل مقاومت مشخص نشده بود، شما میتونی به عنوان گزینه دیگه از جدول 5 استفاده بکنی. جدول 5 رو بهت نشون میدم. از طرفی برای پای اطمینان هم گفته برای تیرهای با دهانهای تا 7 متر برداشتن کل قالب و داربست و سپس زدن پای اطمینان مجاز. یعنی شما میتونی قالب‌ها رو باز کنی، چون بعد پای اطمینان زیرش باز کنی دیگه، قالب‌ها رو باز کنی بعد دوباره پای اطمینان رو بزنی. برای تیرهای تا 7 متر مجاز این کارو بکنی. ولی اگر دهنه تو بزرگتر از 7 متر بود، باید تنظیم قالب و داربست یه جوری باشه که برداشتن قالب بدون جابجایی پای اطمینان میسر باشه. یعنی شما دیگه نباید و مجاز نیستی پای اطمینان رو باز کنی بعد قالب رو برداری دوباره ببندی. باید یه جوری تنظیم کنی که بتونی بدون انجام اون کار قالبت رو باز بکنی. خب بریم سراغ جدول 9.5. ببین استفاده از این جدول خیلی راحته. این قسمتش که بر اساس دمای روزیه که حالا شما بتون ریزی کردی و دمای مجاور بتون موقع قالب برداری. مثلا 5 درجه داره، 10 درجه داره، 15 درجه سانتیگراد داره، 25 درجه یا بیشتر هم داره. اینا هر کدوم ستونای مربوط به خودشه. شما اعضایی که داری یا قالب عمودیه مثل ستون و جدار جانبی تیرها، خب
که این بر اساس ساعت اینجا مشخصه، یعنی نوشته اینجا ساعت. مثلا شما قالب ستون رو اگر دمای مثلا محیط شما 25 درجه باشه بعد از 8 ساعت میتونی باز بکنی. اگر 10 درجه باشه چی؟ اون موقع میشه 12 ساعت فقط قالبش رو. خب حالا شما یا قالب عمودی گفتم داریم یا تیرچه توی سقف دارید، مثل چی گفته؟ تیرچه‌های سقفانه، تیرچه بلوک یا سقف‌های وافل با فاصله تیرچه‌ای کمتر از 750 میلیمتر یا 75 سانتی متر. این بر حسب روزه. مثلا اگر شما تیرچه داشته باشی قالب زیرشو میگه اگر مثلا دمای 10 درجه باشه میتونی بعد از 3 روز باز کنی. این دیگه بر حسب روزه. خب برای تیرهای فرعی منظورش قالبای زیرینشه دیگه، چون قالب جدار کناریشو خب اینجا گفته بود بر 3 ساعت. برای تیرهای فرعی و اصلی هم میای سراغ این قسمت. یک این که شما باید این دت بار مرده است، ال بار زنده است. باید مشخص کنی که بار زنده‌ت نسبت به بار مرده بیشتره یا کمتره. اگر بار مرده بیشتر باشه میای سراغ این قسمت، بستگی به دما هم داره. مثلا برای دمای 5 درجه و بار زنده کمتر از بار مرده میای اینجا. حالا شما دهنه تیرت هم مشخص میکنی. گفته با دهان آزاد. آزاد یعنی چی؟ یعنی فاصله برتابر ستون، آکس تا آکس نمیشه، برتابر ستون میشه. اگر کمتر از 3 متر باشه اینجا و برای 5 درجه و اون شرایط بار مرده بیشتر از بار زنده میشه 9 روز. این حداقل زمانیه که باید بعد از اون بگذره و شما مجازی که قالب زیرین رو باز کنی. برای دهنه آزاد بین 3 متر تا 6 متر هم و همچنین قالب‌های قوسی این ردیف بعدیشه. برای دهنه بیشتر از 6 متر هم میای اینجا ردیف سومش. این برای تیرها شد. حالا شما دال هم داری، ممکنه دال داشته باشی. برای دال یک طرفه هم باز همچین شرایطی وجود داره. میای سراغ قسمت پایین. مثلا شما دال یک طرفه داری، دهنش 5 متره، بار زندت هم بیشتر از بار مرده است و درجه دما هم 15 درجه است. خب دمای 15 درجه اینجاست، بار زنده گفتیم بیشتره، میای اینجا، میای پایین، دهنه هم گفتیم 5 متره. خب 5 متر میفته اینجا، یعنی شما باید حداقل 3 روز بگذره. این برای چیه؟ این برای دال یک طرفه است. خب سوال پیش میاد دال دو طرفه چی؟ اینجا گفته در مورد دال دو طرفه باید بر اساس نظر مهندس مشاور یا ناظر اقدام بشه. حد اکثر زمانش هم گفته معادل دال یک طرفه، این گفته حد اکثر، یعنی قاعدتا باید کمتر از این باشه. خب شما میتونی خیلی راحت دال دو طرفه هم مطابق دال یک طرفه باش عمل بکنی و از همین قسمت استفاده بکنی. دست بالاتر هم هست. این شد برای قالب ها. خب برای پای اطمینان چی؟ تو این بند یک توضیح داده. گفته توصیه می شود شم‌های یا پای اطمینان در تیرها حداقل 50%، در دالها 100% زمان قالب برداری قالب زیرین همچنان به عنوان پای اطمینان بعد از قالب برداری سطح زیرین زیر اعضا باقی ماند. یعنی چی؟ یعنی شما اگر تیر داشته باشی، مثلا ما یه تیر داریم دهنش 6 متر بیشتره، 7 متره، دمای ما 15 درجه است، بار مردمون هم بیشتره، میشه چقدر؟ میشه 16 روز. درسته؟ میگه که اگر خاصی پای اطمینان برداری باید حداقل 50% به این زمان اضافه بشه. 50 نصف این میشه چقدر؟ میشه 8 روز. یعنی 8 به اضافه 16 میشه 24 روز. یعنی شما بعد از 24 روز با این شرایط برای تیر تازه میتونی پای اطمینان رو باز بکنی و مجازی اون رو برداری. اگر دال بود چی؟ مثلا اگر دال بود شما به جای نصف باید دقیقاً به همون اندازه. برای اون مثالی که زدیم شد چند روز؟ مثلا اگر شد یه همچین مثال رو داشتیم شد مثلا شد 8 روز برای دمای 15 درجه، بار زنده کمتر از بار مرده، دهنه بیشتر از 6 متر، شده 8 روز. شما اگر همچین حالتی رو داشتی برای باز کردن پای اطمینانش دقیقاً بعد 8 روز دیگه اضافه بکنی، یعنی 16 روز بعد شما میتونی پای اطمینان رو برداری. خب با توجه به الگوریتم خاص اینستاگرام ممنون میشم که پست رو لایک بکنید تا تعامل پیج حفظ بشه و پست رو برای کسایی که میشناسی که این آموزش میتونه بهشون کمک بکنه هم ارسال بکنید.